سلام دوستای عزیز، بازم صبح همه شما بخیر باشه. کسایی که صبح میبینن، امروز تمیز این موتر رو بخرم. بخش کار ما می هست که موتر رو میخریم، دوباره پس به فروش میرسیم یا ریسیل میکنیم. بعض اوقات به حساب پرزه فروخته میشه موتر یا با پارس. بعضی اوقات این موتر رو میفروشیم به کمپانی بزرگ که اونا بازی انتقال میتونن به کشورهای دیگه. البته روی کار روزانه ما هست که موتر میخریم، پس دوباره فروش میرسانیم، در بینش هم مقدار پولی که فایده ماست میگیریم و این مسافت روزانه ما هست. خواستم یک ویدیو با شما بانم از این موتر. انشاءالله تو صحتمند باشین همتون.